فوتبال همه جای دنیا سخته. من تا زمانی که کارم رو با وجدان انجام بدم ناراحتی ندارم. اون چیزی که به من ارتباط داره تعهدم به قرار دادنه، تعهدم به تیممه، تعهدم همه مهمتر به مردم، به طرفدارایی که هستن. هیچ انگیزه مادی من در باشگاه پرسپولیس ندارم. تا روزی که من در پرسپولیس هستم، یک روز، یک سال، 10 سال تلاشمون رو میکنیم که بتونیم بهترین شرایط رو برای بازیکن‌ها، برای تیم بچینیم. اما ما باید فکر کنیم که آیا فوتبال ما تو آینده با شکلایی که روشایی که ما داریم بازی میکنیم و نوع آموزشی که به تیمامون، به بازیکنامون داریم میدیم، آینده فوتبال ما چه خواهد شد؟